زندگی پر از اتفاقات تلخ و شیرینه. یک سال بسیار پرباری من داشتم. همونطور که میدونید سال گذشته من کانال یوتیوب دنیای موسی رو انداختم. از دل جنگل‌های سیدنی، از آبشار ونتورث فال شروع کردم. کلی از استرالیا و طبیعت جاذبه‌های توریستیش ویدیو گذاشتم و الان چند وقتی که از یزد، از سروبرکوه، از چکچک، آتشکده ویدیو گذاشتم. چیزی که میخوام بگم اینه که دنیا همیشه قرار نیست بر وفق مراد ما باشه. بعضی وقتا واقعا اونجوری که شما پیش بینی میکنین پیش نمیره. اتفاقاتی میفته که غیر قابل پیش بینیه و مسلما شما را از ادامه راه باز میداره. به طور مثال همین 2 ماه پیش این جنگی که اتفاق افتاد و بعد از اون متاسفانه من یک عزیز، یک دوستی رو از دست دادم که اصلا حس حال تولید محتوا نداشتم. زندگی در سخت‌ترین شرایط در جریانه و مسلما هر سختی برای ما درسی داره. حالا من برگشتم با همون عشق کشف دنیای پیرامونم. دنیای موسی دنیای سفر، دنیای کشف، دنیای تجربیات جدیده. من مصمم‌تر از قبل، پر انرژی‌تر از قبل قرار سفر کنم، جای دیدنی، توریستی و طبیعت زیبای کشور بسیار قشنگ اون ایران رو به تصویر بکشم. کانال دنیای موسی از این هفته بازکار خودش رو شروع کرده و اولین ویدیویی که من دارم برای معرفی یک روستای بسیار زیبا در استان یزده. همراهی شما باعث افتخاره. بسیار سپاسگزارم که من همیشه همراهی میکنید. کامنت های شما و انتقادات شما بسیار سازنده است برای کانال دنیای موسی. با من باشید. بدرود.